دیگه امروز آمدیم که سینمای پامیر کابل هم ببینیم در اوقاتی که دیگه دوستان عزیز عید بسیار نزدیک است. دیگه فردا شاید آخر رمضان باشه یا پس فردا، نهایتا هم زیادش 2 روز دیگه باقی مانده. دیگه همون تو میرین دوستان. سلام درود نثار شما خوبان و عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان عزیز، کابل به حد و اندازه بیربارش زیاد هست و بسیار بیربار داره. الله هم تو دوستان عزیز آمدیم به طرف سینمای پامیر. بسیار وقت شده دوستان عزیز سینمای پامیر رو ندیده بودیم. دیگه امروز آمدیم که سینمای پامیر کابل هم ببینیم در اوقاتی که دیگه دوستان عزیز عید بسیار نزدیک است. دیگه فردا شاید آخر رمضان باشه یا پس فردا، نهایتا هم زیادش 2 روز دیگه باقی مانده. دیگه همون تو میرین دوستان نهایت گرامی و عزیز به پیش ببینیم که چی هست و چی نیست. دیگه یارو میبینین دوستان عزیز که روشویه لیلامی و جراب و نمیفهم اینمی چیزا هست. خلاش کوچه بندی هم کرده دوستان عزیز. نه این طرف قلعه هزاره ها هست که اون کوچه اولش هست هزاره فورد. لوحه های جدید شهروالی کابل دوستان عزیز در تصویر بیننده هستیم. دوستان عزیز هوا سرد شده بیخی، از او گرمی هوا دوباره در این سردی رسیدیم که من امروز واقعا به شما مثل چور جمپر نپوشیدم، با او اندازه هوا سرد است. می‌بینید دیگه دوستان عزیز کراچی و قپیش نامدن، حتما مسئولین امنیتی و نظمنامه هست که اینا تا با سیستم میرن، اگر نه بیرباره که اینجا داره هیچ جایی نداره. سینمای پامیر دوستان عزیز که اون طرف می‌شیم، این طرف قدر چیز نیست، بریم از بازار اصلی دیدن داشته باشیم.
میبینید دوستان عزیز هم از مدل یا دولتی املاک و طلوع ریاست که در این بخش کابل فعالیت دارند. این ساختمان از جمله ساختمان های قدیمی شهر کابل از دوستان عزیز بلند منزل یا واقعا کلاسیک و بسیار هم زیبا طراحی شده. با اون طرف ترک کنید دوستان عزیز کم کم. بازار آریانا دوستان عزیز علی طرف آمده. داخل بازار نمیریم، اما بعد سلو سلو با پیش میریم. برگرهای دوانده ببینید بدفال از دوستا. خیلی زیاد از اون بخاطر ما مقدر حرف نمیزنم، نمیدونم خودتان بیننده باشین، همه چیز بهتر است. در دیگه بند از دوستان اینه باشه یک سرگه Kodesami govedeva hora kodesami. هوا هم سرد است دوستان عزیز، بسیار زیاد، بسیار، یعنی شمال برف است. امروز گفته که زیاد جاها برف هم میزنه، ببینیم که چی میشه. اما آدم دوستان عزیز راه خود پیدا کرده نمیتونه باسونی، به این حد بار زیاد هست. و این که از این طرف پیاده رو بریم دوستان عزیز، این طرف این که راه نیست هیچ. این طرف سلو همون تو بخیر میگیریم. طرف بوتاز دوستان عزیز با فروشگاه و چیزاست. این طرف پیاده روان میره بالا دوستان عزیز، راه نیست، بند است. شافتر هم میبینید دوستان عزیز، شافتر حالا در این وقت دوستان عزیز این میوه خوش همشید داخل شافتر خوش آدم میهمی هوای سرد همین لذت میشه. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کرده و کانال هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی همگیتون الله متعال پاک و بینی است میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتون. Kanjung udah malam.